ویژگی‌های مختلف انار برای بدن. می‌خواهیم به بررسی ویژگی‌های مختلف انار در این بخش اشاره کنیم. این میوه خواص ضدسرطانی فراوانی در بر دارد، همچنین در تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش چین و چروک‌های پوست، رفع استرس، مقابله با دیابت، کاهش کلسترول بدن و تنظیم فشار خون به شما کمک خواهد کرد. انار یکی از میوه‌هایی است که پژوهش‌های بسیاری در زمینه فواید ضدسرطانی آن انجام شده است. به نظر می‌رسد این میوه می‌تواند به پیشگیری از علائم سرطان کمک کند. در حال حاضر سرطان به عنوان یکی از مرگبارترین بیماری‌ها در جهان شناخته می‌شود. این در شرایطی است که بهترین دارو برای درمان این بیماری همچنان به طور دقیق شناسایی نشده است. از این رو پژوهش‌های بسیاری تمام تلاش خود را بر یافتن راه‌حلی پزشکی برای این شرایط معطوف کرده‌اند. چه به منظور پیشگیری از ابتلا به سرطان و یا حتی درمان بیماران مبتلا به این بیماری، امید بسیاری وجود دارد که دیر یا زود سرطان قابل درمان یا قابل پیشگیری باشد. به گزارش دکتر هلز بنفیت، انار یکی از میوه‌هایی است که پژوهش‌های بسیاری در زمینه فواید ضدسرطانی آن انجام شده است. به نظر می‌رسد این میوه می‌تواند به پیشگیری از علائم سرطان کمک کند. از این رو دانشمندان در پی یافتن بهترین روش برای بهره‌مندی از فواید این میوه به عنوان یک ابزار ضدسرطان هستند. انار و سرطان. انار ویژگی‌های ضدسرطانی ارائه می‌کند. چند دلیل برای این موضوع وجود دارند. انار حاوی پلی‌فنول‌ها است. از این رو انار یک منبع آنتی‌اکسیدانی خوب در نظر گرفته می‌شود. آنتی‌اکسیدان‌ها در زمینه مبارزه با رادیکال‌های آزاد که موجب آسیب سلولی می‌شوند، مؤثر عمل می‌کنند. رادیکال‌های آزاد یکی از دلایل شکل‌گیری سلول‌های سرطانی هستند. از این رو نابودی رادیکال‌های آزاد در بدن به معنای پیشگیری از رشد سلول‌های سرطانی است. انار سرشار از ویتامین C است و از این رو به تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ و نگهداری از آن کمک می‌کند. اگر سیستم ایمنی عملکرد درستی داشته باشد، سلول‌های سرطانی توانایی رشد در بدن را نخواهند داشت. در نتیجه انار گزینه خوبی برای پیشگیری از سرطان است. برخی مطالعات نشان دادند که انار حاوی الاجیتانین هاست که می‌توانند رشد سلول‌های سرطانی را کنند و از توزیع سلول‌های سرطانی در بدن جلوگیری می‌کنند. ویژگی‌های ضدسرطانی: انار می‌تواند مرگ سلول سرطانی را از طریق مسدود کردن مسیر دریافت مواد مغذی توسط آنها برنامه‌ریزی کند. انار حاوی تانون و آنتوسیانین هاست که به عنوان عواملی ضد تومور شناخته شده‌اند. انار تکثیر سلولی را کاهش می‌دهد و به باز تولید سلول‌های خوب کمک می‌کند. از این رو تکثیر سلول‌های سرطانی در بدن انسان می‌تواند محدود شود و سلول‌های سالم جایگزین آنها شوند. دیگر فواید سلامت مصرف انار. جدا از ویژگی‌های ضدسرطانی، انار فواید سلامت دیگری را نیز ارائه می‌کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. تقویت سیستم ایمنی. ویتامین C که موجود در انار به تقویت سیستم ایمنی بدن انسان کمک می‌کند و از ابتلا به بیماری‌ها پیشگیری می‌کند. ضد پیری. انار به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می‌کند. از این رو مصرف این میوه فواید ضد پیری ارائه می‌کند. انار به کاهش چین و چروک‌های پوست کمک می‌کند و در نتیجه نشانه‌های افزایش سن و پیری را محدود می‌کند. ضد افسردگی. روغن اساسی انار می‌تواند احساس خوشایندی را در انسان شکل دهد و همچنین موجب آرامش ذهن شود. در نتیجه این ماده به عنوان یک عامل ضد افسردگی کار می‌کند. روغن اساسی انار به رهایی از استرس و شکل‌گیری احساس آرامش در فرد کمک می‌کند. حفظ سلامت پوست. برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که انار برای پوست انسان نیز خوب است. مصرف این میوه به بازسازی پوست آسیب دیده کمک می‌کند. از این رو انار برای درمان درماتیت‌ها و تسکین آکونه مناسب است. حفظ سلامت مو. ویتامین‌های موجود در انار به تقویت موی سر کمک می‌کنند و همچنین مصرف این میوه می‌تواند به درخشش مو کمک کند. پیشگیری از بیماری قلبی عروقی. انار می‌تواند به پیشگیری از تشکیل پلاک در دیواره رگ‌های خونی کمک کند. از این رو خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی کاهش می‌یابد و احتمال مواجهه با مواردی مانند سکته مغزی یا حمله قلبی کمتر می‌شود. پیشگیری از دیابت. انار به کاهش قند خون کمک می‌کند. در نتیجه این میوه می‌تواند درمانی طبیعی برای بیماران مبتلا به دیابت باشد. کاهش فشار خون. برخی مطالعات نشان داده‌اند که انار به کاهش فشار خون سیستولیک کمک می‌کند. این کار با جلوگیری از فعالیت آنزیم مابل آنژیوتانسین انجام می‌شود. در نتیجه مصرف انار به کاهش فشار خون کمک می‌کند. حفظ سطوح کلسترول. اسید پونیسیک موجود در انار به عنوان یک کاهنده کلسترول بدخون، مدل و تریگلیسیرید عمل می‌کند.
افزون بر این ماده تولید کلسترول خوب LDL را تحریک می‌کند. کاهش وزن. برخی افراد انار را به واسطه فواید آن در زمینه کاهش وزن مصرف می‌کنند. انار به تصفیه آهنگ سوخت و ساز و چربی سوزی در بدن کمک می‌کند. بهبود دستگاه گوارش. ویتامین B موجود در انار به افزایش سوخت و ساز بدن کمک می‌کند. بر همین اساس مصرف این میوه کارایی دستگاه گوارش را بهبود می‌بخشد. تسکین اسهال. انار می‌تواند به عنوان یک عامل ضد باکتری عمل کند. بر همین اساس این میوه می‌تواند به درمان اسهال کمک کند. افزون بر این انار درد شکمی را به واسطه توانایی در تحریک اعصاب کاهنده درد تسکین می‌دهد. عوارض جانبی مصرف انار. برای بیشتر افراد مصرف انار بی‌خطر است. اما برای برخی مصرف این میوه می‌تواند موجب شکل‌گیری عوارض جانبی شود. افرادی که دارای سابقه آلرژی هستند باید در زمینه مصرف انار محتاط باشند. مصرف این میوه می‌تواند موجب شکل‌گیری واکنشی آلرژیک مانند خارش، تورم و آسم شود. استفاده از ریشه انار به واسطه محتوای سمی آن بیشتر نیست. در نتیجه باید از این کار پرهیز کرد. زنان باردار و آنهایی که به فرزند خود شیر می‌دهند باید پیش از مصرف انار با پزشک خود مشورت کنند. شواهدی در این زمینه که مصرف انار برای این افراد بی‌خطر یا خطرناک است وجود ندارند و پژوهش‌ها تنها به این نکته اشاره داشتند که آب انار برای مصرف توسط زنان باردار بی‌خطر است. از آنجایی که انار توانایی کاهش فشار خون را دارد، باید از مصرف بیش از اندازه آن به ویژه توسط افرادی که فشار خون پایین دارند پرهیز کرد. این کار می‌تواند موجب سرگیجه و حالت تهوع شود، زیرا فشار خون به ناگاه افت می‌کند. مصرف انار ممکن است با برخی داروها تداخل ایجاد کند. از این رو پیش از مصرف توصیه می‌شود با پزشک خود در این زمینه مشورت کنید. پسر خورشید.